پسر شجاع، عشق مادر. پسرم آرو. خب فکر میکنم همه چیزو برداشته باشم. فهمیدم. پسر شجاع دیروز چند تا پرتقال به من داده بود، برم اونا رو بردارم. بچه‌ها از درخت بالا رفتن کار خطرناکیه، بهتره بیان کار دیگه بکنیم. اتفاقا خیلی هم خوبه، تو هم بیا بالا بازی کنیم. خانم کوچولو بیا بالا. ولی من از این کار خوشم نمیاد. خانم کوچولو بیا ببین چه منظره قشنگیه. آره درسته، خیلی قشنگه. ببین میتونم اینطوری روی درخت رو برم. بیا ببین. پسر شجاع. اوی پام درد میکنه. من که گفتم از درخت بالا رفتن کار خطرناکیه. حق با تو بود، من اشتباه کردم خانم کوچولو. پسر شجاع، آقای دکتر داره از اونجا میره. نفهمیدم چی گفتی آقای دکتر؟ بله اونهاش داره کم کم دور میشه. به نظر تو با این عجله نمیدونم، بهتره زودتر بریم تا پیداش کنیم. بیا پایین. باشه الان میام. بهتره یا بیفتیم؟ آره باید زودتر بریم. بریم. راستش مهرم، تو واقعا مطمئنی که دکتر رو دیدی؟ آره معلومه که مطمئنم، از همین راه داشت میرفت. خیلی دلم میخواد بدونم اون اینجا چی کار داشته و کجا میرفته. چقدر خسته شدم، احساس میکنم که دیگه پیر شدم. راه رفتن خیلی برام سخت شده، ولی چاره ای ندارم، باید هر طور شده خودم رو برسونم. بالاخره رسیدم، نفسم بریده، دیگه نمیتونم راه برم. ببخشین شما کی هستین؟ منم دکتر. آقای دکتر شما هستین، خیلی خیلی متشکرم. منم متشکرم. ببخشید ولی خانم واسه سلامتی شما خوب نیست که توی همچین جای سردی بگیرید بشینید. راستی یادم نبود که شما زیاد به حرفای من گوش نمیدید، ولی در هر حال این هوای سرد برای شما هیچ خوب نیست. از توجهتون متشکرم آقای دکتر، ولی همونطور که میدونید من اینجا رو دوست دارم. دلم نمیخواد از اینجا تکون بخورم، میخوام همینجا بمونم. خیلی خوب، حالا میخوام معاینتون بکنم. ما راه جراشی رو تا اینجا اومدیم. نه من خستم دیگه، نمیتونم راه برم. اونجا یه خونه است، نگاه کنی. ها؟ آره جراشه، من نمیدونستم تو همچین جایی هم خونه وجود داره، مگه نه؟ بله خیلی عجیبه، یعنی کسی اونجا زندگی میکنه. حالا فهمیدم، آقای دکتر باید رفته باشه توی اون خونه. خیلی خوب، بهتره که بریم ببینیم. بریم. همونطور که حدس میزدم آقای دکتر. شما میدونین اون خانمه که تو اون کلبش کیه؟ من که هیچ وقت ندیدمش. منم همینطور. بهتره که اونا ما رو نبینن. اون خانمه ممکنه ناراحت بشه و خوشش نیاد که با ما روبرو بشه.
اینطور که معلومه قلبت یه خورده ضعیف شده. خب بهتره قدری استراحت کنی. خوب شد یادم افتاد. اینا رو برای تو آوردم. یه پسری تو جنگل مقدار زیادی از اینا به من داده. ازتون متشکرم دکتر. خیلی به این میوه احتیاج داشتم. پس به این ترتیب شما ها اونو دیدید. اینطور نیست پسر شجاع؟ آقای دکتر، اون خانم تو اون خونه تنها زندگی میکنه؟ بله پسر شجاع، اون زن خیلی تنهاییه. الان چند وقتی که اونجا زندگی میکنه؟ چرا شما درباره ما چیزی بهش نگفتی آقای دکتر؟ خب راستشو بخواید من خیلی دلم میخواست از شما چیزی به اون بگم، ولی متاسفانه فرصت صحبتش پیش نیامد. راستش اون شب برف سنگینی اومده بود. این جریان مربوط به 10 سال پیشه. آرو! پسرم آرو! پسرم کجایی؟ آرو! کجا رفتی؟ آرو! 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 پسرم! آرو! چی شده؟ آرو! بگو ببینم چه اتفاقی افتاد. خواهش میکنم کمکش کنی. پسرم رفته اونجا برف بازی کنه اما مثل این که گم شده. نگران نباشید، پیداش میکنیم. پسرم کجایی؟ من میرم از جنگل کمک بیارم. شما همینجا باشید تا من برگردم. شاید بتونیم به کمک دیگران پیداش کنیم. باشه. پسرم کجایی؟ آرو! خدای من، تبش خیلی زیاده. فکر میکنم شما بهتره برید دنبال پسرش. من از این زن نگهداری میکنم تا شما برگردید. وقتو تلف نکنید، زودتر راه بیفتید. اون برای بچهش خیلی نگران. باشه بهتره ما بریم دنبال پسرش. شاید پاش لیز خورده افتاده یه جای تو این برفا. منم موافقم. بله باید عجله کنیم وگرنه دیر میشه. امیدوارم بتونن پیداش کنن. چی شد دکتر؟ آقای دکتر بالاخره پسره رو پیدا کردن؟ نه خانم کوچولو، تمام شب و دنبالش گشتن ولی برف انقدر سنگین بود که هیچ رد پایی از اون نمیشد پیدا کرد. بالاخره هم گمش کردن. وای خیلی حیف شد. مادرش بیهوش بود و برای 1 هفته خوابیده بود. مرتب اسم پسرش رو صدا میکرد. من فکر نمی کردم دیگه بشه کمک کرد، ولی اینقدر عشق و علاقش به پسرش زیاد بود که خطر برطرف شد. البته معجزه بود، ولی به خاطر گریه های زیادی که کرد چشماش خیلی ضعیف شد. کاش میتونستیم کمکش کنیم. بعدش چیکار کرد دکتر؟ اون برای یه مدتی تو خونه من زندگی کرد. بعد که حالش بهتر شد از من خواست که یه خونه تو کوهستان براش درست بکنم. منم با پدرت و دیگران صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم که یه خونه براش تو کوهستان درست کنیم و همون خونه ای که شما دیدید براش درست کردیم. معذرت میخوام، میشه بگین اون خانم دوستی هم داره یا نه؟ نه هنوز دوستی نداره پسر شجاع. راستشو بخواید اون مرتب به پسرش فکر میکنه و حاضر نیست که با کسی دوست بشه. که اینطور؟ ولی ممکنه وقتی پسرش رو ببینه حالش خوب بشه و واسه خودش دوستایی پیدا کنه. منم همین فکر رو میکنم. این تنها راهشه. پسری شجاع، بهتره ما از همین الان بریم دنبال پسره. آره منم فکر میکنم بهترین راهش همینه. پس رو بیفتی. من احساستون رو درک میکنم و خیلی از شماها متشکرم بچه ها، ولی حالا دیگه خیلی دیر شده. پسر شجاع، میگم چطوری بریم به خونه اون خانومه، هر روز بریم پیشش و سعی کنیم باهاش دوست بشیم. بالاخره بعد از چند روز مجبور میشه با ما دوست بشه. فکر خوبیه، این کارو بکنیم پسر شجاع.
آره این فکر خوبیه، ولی اول ممکنه از نزدیک شدن به شما ناراحت بشه، برای اینکه بدجوری به تنهایی عادت کرده. اصلا دلش نمیخواد هیچ کس به اون نزدیک بشه، فقط به من اجازه میده که گاه گداری بهش سر بزنم و معاینش کنم. به کس دیگه ای اجازه نمیده بهش نزدیک بشه. اما آخه از ما بعدش نمیاد، ما سعی خودمونو میکنیم دکتر. امیدوارم که موفق بشیم. امیدوارم. من نمیدونم راستی با اون خانمه میتونیم دوست بشیم یا راستشو بخوای منم تو همین فکر بودم خانم کوچولو، ولی امیدوارم که اون ما رو به عنوان دوست قبول کنه. قبول میکنی؟ خدایی من، اون هنوزم اونجا نشسته. آره پسرم، کجایی؟ اگه اشتباه نکنم این کار همیشه دوست باید باشه. اونجا میشینه بلکه بتونه یه روزی پسرش رو ببینه. پسرم من فکر میکنم اون سالهای سال تنها بوده. خیلی خوب بچه بهتره بریم. سلام خانم، حالتون خوبه؟ سلام خانم. راستشو بخواین ما دلمون بله، ما دلمون میخواد با شما دوست بشیم خانم. با من دوست بشین؟ بله خانم، ما میخوایم با شما دوست بشیم. ما این میوه رو برای شما آوردیم، نگاه بکنین. چی؟ خواهش میکنم دست از سرم بردارین. من همیشه اینطور تنها زندگی کردم. راشتی پدر، به نظر شما ما چیکار میتونیم بکنیم؟ پدر با شما هستم. با منی پسرم. ببین من نمیتونم جوابی به تو بدم، ولی بهتره تو زیاد عجله نکنی و سعی کنی یه جوری باش رابطه برقرار کنی، اونم در اثر مرور زمان. باشه پدر. ما دیروز موفق نشدیم، درسته؟ آره، ولی ما باید صبر داشته باشیم و حوصله کنیم. سلام بچه‌ها، من اومدم. بهتره دیگه راه بیافتی. آره. پدر خداحافظ. خداحافظ پسرم، امیدوارم موفق بشی. متشکریم. چه اتفاقی افتاده خانم؟ چی شده؟ حالتون خوبه؟ پسرش رو صدا میکنه. پسرم آروم. خرشه مهربون، فوراً برو آقای دکتر رو خبر باشه. خانم کوچولو باید فوراً ببریمش تو خونه، بیا کمک کن. یکم تحمل کنین خانم. پسرم آروم. انگار حالش خیلی بده. آروم پسرم. پسرش رو اون حالش خیلی بده، یعنی خوب میشه. با این حال بعدش هنوز هم داره پسرش رو صدا میکنه. خدا کنه آقای دکتر هرچی زودتر برسه. خدایا کمکش کن. خدایا خودت کمکش کن. خدایا باشه. خواهش میکنم دکتر عجله کنی. من میرم بیرون ببینم دکتر میاد یا نه. خواهش میکنم خانم یه کمی مقاومت کنید. این گل سرخ، این یه گل سرخه، خیلی هم قشنگه، بوی خوبی هم داره. خواهش میکنم اینو بو کنی خانم. گل سرخ خیلی خوشبوه. بوی خیلی خوبی داره مگه نه؟ آره
شما کی هستی؟ پسرم آرو کجایی؟ آرو پسرم. مادر من آرو هستم. من پسرت هستم مادر مهربونم. مادر جون مادر جون. آرو خودتی پسرم، بالاخره پیدات شد. مادر. آرو عزیز کجا بودی؟ آرو مادر، من میدونم شما چقدر سختی کشیدین، ولی از حالا به بعد من پیش شما هستم مادر. غصه نخورید. من خیلی خوشحالم که تو سالم و سلامتی. خواهش میکنم دیگه منو ترک نکن. من دیگه هیچ وقت شما رو ترک نمیکنم مادر. بعد از اینکه من تو برفا گم شدم، شلوار قرمزی منو پیدا کرد و با خودش برد توی شب. من اونجا کار میکردم. روزها میگذشت و من کارهای مختلف میکردم و همیشه به این امید زندگی میکردم که یه روزی شما رو پیدا کنم. شلوار قرمزی با من رفتار خیلی بدی داشت. اون خیلی پول دوست بود، ولی من تحمل میکردم تا شاید بتونم خبری از شما به دست بیارم. تا اینکه شنیدم شما توی کوهستان‌های این جنگل زندگی میکنید. بلافاصله به طرف جنگل راه افتادم. در راه کارهای مختلف میکردم تا خرج سفرمو تهیه کنم. بالاخره با تلاش و کوشش موفق شدم شما رو پیدا بکنم. مادر، حیوانای این جنگل خیلی مهربونن که در این مدت از تو نگهداری کردن. من از همشون متشکرم، مخصوصا از آقای دکتر. از همه شما خیلی متشکرم. شما واقعا به مادر من محبت کردین. خداوند کمکتون کنه. امیدوارم بتونم روزی محبت‌های شما رو جبران کنم. حالا میخوام از همتون خداحافظی کنم. منم از شما متشکرم آقای دکتر. شما خیلی خوبی. حرفشم نزن. تمام اینا به این خاطر بوده که تو عشق زیاد و شهامت بی‌نظیری داشتی که تونستی صبر کنی تا پسرتو پیدا کنی. بازم از شما متشکرم دکتر. خداحافظ. خیلی خوب شد مگه نه؟ بله، من که خیلی خوشحالم بچه‌ها. امیدوارم اونا در زندگی جدیدشون همیشه شاد و خوشحال باشن. پدرم، منم امیدوارم که هر دوتاشون سالها خوشحال و خوشبخت زندگی کنن.